5 به توان منفی 3. وقتی توان من منفیه، خب میای پایه یا عددی که به توان میرسه رو که اینجا 5 معکوس میکنی. معکوس دیگه چیه؟ ببین دوست من، 5 که 5 خالی نیست، 5 یکم در واقع ما می نویسیم 5. خب وقتی اینو معکوس میکنم چیکار میکنم؟ 1 میارم صورت، 5 میارم چی؟ مخرج. پس اینجوری من عدد رو معکوس میکنم. خب گفتم چیکار میکنیم؟ معکوس میکنیم، میشه 1 5. بعد به توان میرسونیم به توان 3. توان منفی از بین رفت با معکوس کردن من. بعد 1 رو جداگانه به توان 3 میرسونیم، میشه 1. 5 رو جداگانه به توان 3 میرسونیم، میشه چی؟ میشه 125. چون داخل پرانتزن این کار رو انجام میدم. اگر داخل پرانتز نبودن فقط 1 رو به توان 3 میرسوندم. خب یعنی چی؟ یعنی آ به توان منفی b میشود 1 آ به توان b. خب یعنی کسی گفت 2 به توان منفی 1 چی میشه؟ میشه چی؟ 1/2.